سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل سونیک ایردراپ. مطمئنم تو این چند وقت خسته شدید، انقدر ایردراپ های مختلف ثبت نام کردید و یا لیست نشدن یا توکنی که بهتون دادن انقدر قیمتی نداشته که کلا ضرر کردید یا اصلا وقتتون الکی هدر رفته. و این ایردراپ ها واقعیتشون اینه که چون که رفرال محورن، شما در از سود اصلی رو به کسی میدید که شما رو دعوت کرده و سودی به شما نمیرسه مگه اینکه شما هم بتونید یه کامیونیتی بزنید و کلی نفر رو دعوت کنید که یه سودی به شما برسه. ولی داخل این چنل من فقط ایردراپ هایی رو به شما معرفی میکنم که رفرال نیاز ندارن یا اگه نیاز دارن خیلی کم نیاز دارن. خب امروز میخوام یه ایردراپ بهتون معرفی کنم که خیلی قدرتمنده، رفرال نیازی نداره و داخل ربات تلگرام، اکستنشن گوگل و داخل اپلیکیشن موبایلی که داره میتونید ماین کنید از این ایردراپ. اسم این ایردراپ چیه؟ اسم این ایردراپ نودپیه. شما اگه از طریق لینکی که من داخل چنل تلگرامم گذاشتم وارد شید، یه ایمیل ازتون میخواد، یه یوزرنیم ازتون میخواد و یه پسورد و شما حتما برای ثبت نام به یه رفرال کد نیاز دارید که اگه از طریق لینک من وارد شید، خود رفرال کد وارد میشه و نیازی نیست کاری انجام بدید. شرایطشون رو قبول میکنید، تایید میکنید که یه انسانید و ثبت نام میکنید و وقتی که ثبت نام کردید وارد یه اینجور صفحه میشید که توی این صفحه بهتون میگه ربات تلگرامیشون فعال شده، داخل این فصل چقدر ماین کردید و داخل امروز چقدر ماین کردید و سرعت ماینتون چقدره که بعداً داخل یه ویدیو شورت جدا بهتون توضیح میدم که چطوری میتونید سرعت ماینتون رو افزایش بدید و برسونید به 2 3 یا حتی بیشتر. خب شما وقتی وارد این بخش بشید، اکانتتون درست شده و نیاز نیست کار دیگه ای انجام بدید، فقط یه کار مونده. میتونید داخل گوگل سرچ کنید نودپی اکستنشن که لینک اینم داخل چنل تلگرامم میذارم، میتونید بردارید. داخل سایتش که وارد بشید، اینجا بهتون یه اد تو کروم هست، به جای برای من ریمووه، برای شما اده. شما میتونید اکستنشن رو اد کنید که این بالا داشته باشید که وقتی که سیستمتون رو حالت هر حالتی هست استفاده میکنید، رو حالت اسلیپ یا هر حالتی هست براتون ماین کنه. شما این اکستنشنی که باز داشته باشید همین حالت باشه، گوگل رو مینیمایز کنید یا حتی گوگل رو ببندید، براتون ماین میکنه این اکستنشن. و خب این ایردراپ یه خوبی که داره، پری مارکت خیلی خوبی گرفته، قیمتش چند روز دیگه هم قرار لیست شد. پری مارکتش الان روی 65 سنت، قیمت خیلی خوبیه. من الان 400 تا توکن دارم که ضرب در قیمت پری مارکت کنیم میشه $260، چیزی حدود 20 میلیون تومن که من بدون رفرال به این پول رسیدم توی 2 فصل و یک فصلش من اصلا شرکت نکردم. فصل دومی هم که شرکت کردم فعالیتم خیلی کم بوده. این ایردراپ خیلی پتانسیل بالایی داره، ماین کردنش خیلی راحته و اصلا از منابع سیستمتون استفاده نمیکنه و شما میتونید راحت کار دیگه‌تون، بازی، هر چیزی که هست بدون اینکه نگران سیستمتون باشید انجام بدید. و در ضمن اگه بخوام یه موضوعی رو اضافه کنم به این موضوع، ایردراپ قبلی که من معرفی کردم ایردراپ گرس بود که هنوزم فرصت ماین داره و میتونید تو ویدیوی قبلی آموزشش رو ببینید که چطوری میتونید ماین کنید. وقتی که این ایردراپ لیست شد قیمتش 65 سنت بود، دقیقا مثل همین ایردراپی که الان معرفی کردم و ایردراپش قیمتش الان $3 و ایردراپ نودپی قطعه به یقین پتانسیل بیشتری داره و بودجه بیشتری هم داره. بودجه ایردراپ گرس 4.5 میلیون دلار بود و بودجه ایردراپ نودپی 7 میلیون دلاره و قطعه به یقین قیمتش هم بعد از پری مارکت هم قبل از پری مارکت قرار بالاتر از این بره. پس با خیال راحت میتونید ایردراپ رو شرکت کنید که بدون رفرال قراره یه پول خوبی توی مدت زمان متوسطی بهتون بده. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. هر سوالی داشتید حتما داخل کامنت ها بپرسید، همه رو جواب میدم و لینک این ایردراپ و ایردراپ های دیگه و ایردراپ های قبلی رو میتونید داخل چنل تلگرامم بردارید